السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس هفتم تنوین دو زیر. خب در درس گذشته ما شما خواندیم تنوین دو زبر دو زیر دو پیش را تنوین میگفتن و درس گذشته ما دو زبر بود خواندیم و شکل ادا کردنش خواندیم. کلمات قرآنی را ما شما خواندیم که اگر تای مدوره در آخرش می آمد در حالت وقت و های ساکنه تبدیل می شد و همچنان حرفای والی را خواندیم که نوشته میشه اما خوانده نمیشه. و حال دو زیر می خوانیم. شکل درست خواندن دو زیر دقت بکنین که درست ادا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با دو زیر بین، تا دو زیر تین، ثا دو زیر ثین، جیم دو زیر جین، حا دو زیر حین، خا دو زیر حین، دال دو زیر دین، ذال دو زیر ذین، را دو زیر رین، زا دو زیر زین، سین دو زیر سین، شین دو زیر شین، صاد دو زیر صین، ضاد دو زیر ضین، طا دو زیر طین، ظا دو زیر ظین، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فین، قاف دو زیر قین، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لین، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر وین، ها دو زیر هن، همزه دو زیر این، یا دو زیر ین و همچنان حرفای 15 حرفای مشابه هم صدا را دقت بکنیم که درست ادا شود. تا دو زیر تین، طا دو زیر طین، ثا دو زیر ثین، سین دو زیر سین، صاد دو زیر صین، حا دو زیر حین، ها دو زیر هن، ذال دو زیر ذین، زا دو زیر زین، ضاد دو زیر ضین، ظا دو زیر ظین، عین دو زیر عین، همزه دو زیر این، قاف دو زیر قین، کاف دو زیر کن.